با بی‌رحم‌ترین شاهان افغانستان آشنا شوید. شماره 1 عبدالرحمن خان، شاهی ظالمی که 60% مردم هزاره را قتل عام کرد، بسیاری از این مردم را به بردگی فروخت و زمین‌های آنها را مصادره و بعد به اقوام خود فروخت. محمد نادرشاه، پس از سرنگونی کلکانی، نادرشاه به تعداد 10,000 تا 20,000 از مردمان هزاره و تاجیک را که از کلکانی حمایت کرده بودند را اعدام کرد. محمد ترحکی، گزارش‌های حقوق بشری و منابع تاریخی تخمین می‌زنند که بین 25,000 تا 50,000 نفر در دوران حکومت ترحکی کشته یا ناپدید شدند. بسیاری از این کشته شدگان از مخالفان سیاسی، روحانیون، دانشجویان و روشنفکران بودند که به ضدیت با رژیم کمونیستی متهم می‌شدند. شماره 5 حفیظالله امین، امین که یکی از خشن‌ترین رهبران تاریخ افغانستان بود، حتی اعضای حزب خودش را نیز نابود کرد. او بین 50,000 تا 100,000 نفر را به جرم مخالفت سیاسی دستگیر، شکنجه و اعدام کرد. قیام‌های مردمی در کابل، هرات و پنجشیر با سرکوب خونین روبرو شد. و شماره 6 محمد نجیب الله، تعداد کشته شدگان دوره او به 10,000 نفر می‌رسد. نجیب الله که سابقه ریاست بر سازمان استخباراتی خاد را داشت، در دوران حکومتش مخالفان را به شدت سرکوب کرد. بازداشت و شکنجه‌های گسترده در زندان‌های خاد باعث ناپدید شدن 10,000 نفر شد.